لقمان حکیم گفت سالها مردم رو با 1000 جور دارو درمان کردم، اما آخرش فهمیدم که هیچ دارویی قوی تر از محبت نیست. محبت زخمی رو میبنده که هیچ مرهمی نمیتونه ببنده. محبت دیواری رو فرو میریزه که هیچ پتکی توانش رو نداره. محبت نوریه که حتی تاریک ترین دلها رو روشن میکنه. ما همیشه دنبال نسخه های پیچیده هستیم، دنبال آرام بخش، دنبال راه حل های فوری، اما ساده ترین معجزه همیشه کنار دستامونه. یه لبخند، یه آغوش، یه کلمه گرم. زندگی کوتاهه، کوتاه‌تر از اون چیزی که به دل کینه داشته باشی. تا فرصت هست محبت کن، چون شاید محبت تو دارویی باشه که سالها در سکوت یک نفر داره درد میکشه. یادت باشه که محبت فقط یک کار انسانی نیست. محبت زبان خداست که روی لبهای ما جاری میشه.